گیلان زمین سرزمینی است که دارای تنوع فرهنگی و اقلیمی مختلفی است. سرزمینی که اقوام و گروه‌های متفاوت با باورها، آیین‌ها، لهجه‌ها و زبان‌های گوناگون در کنار یکدیگر زندگی خوب و مسالمت‌آمیزی را از گذشته تا کنون سپری کردند. سرزمینی که آیین‌ها و مراسم متنوعی داشته که تمامی آنها ریشه در فرهنگ کهن مردم گیلان دارد. و این آیین هاست که هویت بومی هر گیلانی را شکل می دهد و باور او را به ستایش آیین گذشتگان برمی انگیزد. نوروزبل یکی از همین آیین هاست، آیینی که می رود تا کم کم به دست فراموشی سپرده شود. نوروزبل جشنی است که در عصر آخرین شب سال، یعنی آخرین روز اسفندار ماه و شب اولین روز سال، یعنی اول نوروز ماه، به تقویم مردم گیلان برگزار می شود و با مراسم خاصی همراه است که از گذشته های دور تا کنون حفظ شده و سینه به سینه به ما رسیده است. جشن نوروزبل در نیمه مرداد هر سال، یعنی وسط تابستان، یا به تعبیر قدیمی ها قلب الاسد، بین 13 تا 17 مرداد برپا می شود و مرداد هم بر طبق نجوم قدیم ماه شیر و خورشید است. چون سال از مرداد و از خانه خورشید آغاز می شود و سال شمسی خورشیدی است، از این رو به آفتو شمار یا آفتاب شمار، یعنی سال و تقویم آفتابی یا شمسی معروف است. و چون گالشان در حفظ و نگهداشت تقویم آن کوشیدند و با حساب روز، ماه و سال آن کار می کنند، به گال شمار یا تقویم گالشی نیز معروف است. در این شب گالش ها، یعنی چوپانان و دامداران کوهستان های گیلان، بر فراز قله کوه ها که پاک و تمیز بوده و از هر گونه آلودگی و پلیدی بدور است، جمع می شوند و آتش نوروزی برپا می کنند. دور آتش حلقه زده و با حرکاتی موزون مراسم نیایش به جا می آورند. خداوند را در ازای نعمت و برکتی که به آنها داده و برداشت محصولات دامی و زراعی خود شکر می کنند. برای درگذشتگان و اموات و شادی روح آنان دعا می خوانند. آنگاه رسم خش و کش به جای می آورند، یعنی یکدیگر را بغل گرفته و می بوسند
و به هم نقل و نبات و محصولات زراعی خود می‌دهند و عید نوروزبل را به یکدیگر تبریک می‌گویند. مردم مناطق دیگر نیز با دیدن آتش بر ارتفاعات در نیمه مرداد یقین می‌یافتند که نوروزبل فرا رسیده و آنها نیز در مناطق خود آتش برمی‌افراشتند تا این خبر به همه مناطق دور برسد. روایت است این اطلاع رسانی طی چند روز حتی به ارتفاعات مازندران نیز می‌رسیده. کودکان و دخترکان با پوشیدن لباس‌های نو به دید و بازدید آشنایان می‌روند و شاد